پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند در وقت سحر که میشه خداوند از بالای عرشش میاد آسمان دنیا و صدا میزنه هل من مستغفرن هل من سائلن. سه تا صدا میزنه. هل من مستغفرن هل من داعن. آیا سوال کننده‌ای هست که این نصف شب من حاجتشو برآورده بکنم، خواستش رو اجابت بکنم؟ آیا توبه کننده‌ای هست که من قلم عفو بر گناهانش بکشم؟ آیا استغفار کننده‌ای هست که پی برده به اشتباهش من اشتباهاشو نادیده بگیرم و مغفرتم شامل حالش کنم؟ صدا میزنه. در روایات دیگر وارد شده که خداوند اول هر روز آغوششو باز میکنه تا اینکه گناهکار شب در اول روز جدید توبه بکنه و اون روز را با توبه استقبال بکنه و اول شب که میشه دوباره آغوشش باز میکنه، التماس بندگانش میکنه که آیا گناهکار روز هست که امشب شب جدیدیه، حداقل شبشو با توبه صبرین کنه و شبشو چه به دست بیاره، شبشو مثل روزش از دست نده. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر کسی اول هر روز و اول هر شب سید الاستغفار بخواند، اعتقاد داشته باشد، به محتواش عمل بکند، اون روز یا اون شب بمیرد مستقیم بهشتیه. اللهم انت ربی خلقتنی و انا عبدک و انا علی عهدک و وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت.